now stand and join in observing a minute of silence. 1 دقیقه سکوت به احترام شهید آیت الله رئیسی و شهید دکتر امیر عبداللهیان و همراهانشان در شورای امنیت به عنوان یکی از مهمترین ارکان سازمان ملل متحد. In remembrance of the loss of life in a helicopter. این ادای احترام و سکوت شورای امنیت به احترام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ابراهیم رئیسی و حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و همراهانشان که در سانحه سقوط بالگرد جانشان را از دست دادند به درخواست رسمی 3 عضو شورای امنیت یعنی روسیه، چین و الجزایر و از طرف همه 15 عضو شورای امنیت صورت می‌گیرد. آقای ایروانی نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل هم در نامه رسمی به دبیرکل رئیس دوره شورای امنیت و رئیس مجمع عمومی سازمان ملل که قرار است به عنوان سند رسمی سازمان ملل ثبت شود، آقای محمد مخبر را به عنوان جانشین موقت رئیس جمهور و آقای علی باقری کنی را به عنوان سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران برای تعامل‌های بعدی سازمان ملل با جمهوری اسلامی ایران معرفی کرد. معاون اول رئیس جمهور طبق قانون اساسی با تایید رهبر معظم انقلاب اسلامی تا انتخاب رئیس جمهور جدید حد اکثر ظرف مدت 50 روز وظایف رئیس جمهور را بر عهده می‌گیرد. بر این اساس جناب آقای محمد مخبر از امروز تا برگزاری انتخابات جدید ریاست جمهوری به عنوان جانشین موقت رئیس جمهوری فعالیت می‌کند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل هم با صدور پیامی شهادت رئیس جمهور و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را به مردم و دولت ایران تسلیت گفت. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.